سلام به همه شما بینندگان عزیز. در آخرین کامنت سال در خدمت شما هستیم و امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و آرزو دارم سالی سرشار از موفقیت رو داشته باشید. بله خب بابک، ما تو کامنت قبلی درباره این سیرک انتخابات رژیم گفتیم عجب انتخاباتی هم شد. بله، این سیرک انتخابات عظما الان سقفش به طور کلی روی عظما آوار شده. آره، ولی خب قبول داری که به هر حال با همه این داستانا یه مجلس یه دست خالص سازی شده تونست در بیاره دیگه، قبول داری؟ بله، جدی میفرمایی؟ اینجوریه دیگه. کدوم مجلس یه دست؟ ببین هنوز تشکیل نشده خامنه‌ای به چه حول و بلایی افتاده، نگاه کن. چیزی که میتوانه شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه، بنده اینجا یادداشت کردم سخنان اختلاف انگیز و دعوا را انداختن ها و ستیزگری های دشمن پسنده. این شیرینی مجلس جدید رو اینجور چیزها از بین میبره. خب نه دیگه، ببین اینا رو گفت که مثلا دیگه کامل اون یک دستی تضمین بشه دیگه، قرقری حرفی حدیثی این وسط ها نباشه. میخواست کامل خیالش راحت بشه. بله دقیقاً. هنوز صحبت‌های خامنه‌ای تموم نشده، فعلش رو نذاشته، رسایی اومد توی تلویزیون رژیم قالیباف با روبی کرد. یعنی قشنگ تضمین کرد یه دستی رو. الان هم فیلمشو ببینی میفهمی چقدر یه دست شدن. جوری دارن تو فضای مجازی القا میکنن که رهبری امروز تذکری که دادن به نمایندگان جدید این تذکر رو دادن و همین رو دارن میبرن محل تصفیه حساب میکنن. یعنی بی خود و بی جهت بد اخلاقی رو شروع کردن. نامه جوان، خبرگزاری تصنیم در این یکی دو روز شروع کردن انواع و اقسام فحاشی‌ها رو به ما کردن. خیلی کاری نداره، مردم برن سرچ بکنن ببینن در این رسانه ها چه کسی. مطلقه کیه؟ که آقای زنگنه تصنیم مال آقای قالیبافه؟ نه، مال آقای قالیباف نیست، حامی آقای قالیبافه به صورت جدی. آقای زنگنه تصنیم مال حامی آقای قالیبافه؟ اینا که هیچی نشده دارن استخون هم دیگه رو میجوان. ببین قانون اینا مثل میکروبه، باکتریه، یه دونه هم که بشن نصف میشن از وسط، همیشه دارن در حال نصف شدنن. من احساس میکنم که قیافه قالیباف تو این شرایط خیلی دیدنیه. یه چیزی باید تو این مایه ها باشه، نگاه کن. حالا این دعوا رو بذار کنار. دعوای اصلی نه بین قالیبافه، نه بین این یارو رسایی، نمیدونم، نه بین اون آتش‌خالای دیگه است. الان مدعی اصلی این انتخابات یک شخصیت سیاسی وزین هست به اسم آرای باطله. میگه حق منو خوردن. چون با همه این تقلبات من تو بعضی از استان‌ها اول شدم، تو بعضی استان‌ها هم دوم و صندوقا باید بازشماری بشه. من اگر رئیس مجلس بهم نشم اصلا نمیام تو این مجلس. یعنی به کمتر از رئیس مجلس رضایت نمیدم، چون بیشترین رأی آوردم. بعدم آدمای رژیم، یادت یه موجودی بود گفته بود هر جا نوشتن خانم دکتر منم، آدمای رژیمم رفتن میگن هر جا نوشته بودن آرای باطله ماییم، چون از بچگی تو خونه ما رو آرای باطله صدا میکنن، اسم ما آرای باطله است. الان یه رقابتی شده، هر کی میگه آرای باطله منظور من بودم. آرای باطل هم سفت چسبیده میگه یا رئیس مجلس یا تحریم میکنم مجلس. اینم توییتش خدمت شما. این توییت یکی از مهرهای باند خامنه‌ای تازه. نتیجه انتخابات مجلس در اکثر شهرها، حتی کلان شهرها و از جمله تهران، عجیب و جالب است. یعنی نفر اول یا دوم آرای باطله است. جا دارد به اعضای محترم شورای نگهبان به خاطر این کاردستی هنرمندانه تبریک بگوییم. بله، حالا این حرف یکی از مهرهای باند خامنه‌ای بود. دو جمله هم از این یکی از این مهرهای باند مغلوب رژیم بشنویم. بعد قدیما بچه‌هایی که ببخشید عذر می‌خوام کچل به دنیا میومدن و اسمشون میذاشتن زلفلی. خب این که مثلا میگفتن حالا شاید حالا انشالله خیری توش باشه، اسمش انتخاباته و من اصلا قبول ندارم این انتخابات 40%. قبلش هم اعلام کردم هولوش 30% مشارکت، 40% شوخیه، به دلیل اینکه حدود 6-7% به دلیل این آرای باطل است که اصلا سابقه نداشته کم میشه.
البته این مهره اصلاحاتی چون مالکشی تو خونشه به 30% رضایت دادن. ما کیه که ندونه که این سیرک انتخابات خامنه‌ای 8% هم مشتری نداشت. الان دیگه اونایی که خود خامنه‌ای تو جریان این نمایش قیچیشون کرد همینو میگن. راستی چه خبر از اینا؟ از اینایی که الان دورشون انداختن، رد صلاحیتشون کردن، اینا الان تکلیفشون چی میشه؟ اونا که یه تعدادشون که تو مجلس قبلی بودن قهر کردن، تو جلسه علنی یکی مجلس نیومدن. چرا ما رو نه بله قهر کردن دیگه. البته تو سیستم رژیم اینجوری نیست که طرف از مجلس بیاد بیرون یه آخور دیگه ای نداشته باشه. خامنه یه آخور دیگه بهش میده. اینجوریه، سیستم مثل بازیافت زباله است. یعنی از مجلس که میاد بیرون میره میشه مدیر کل، وزیر، نمیدونم سپاه، فلان فلان، دوباره برمیگره دوره دیگه تو مجلس. از این زباله دنیا زیاده. زباله دنیا یعنی کار شغل ناشریف غارت و چپاول و کشتار رو در خدمت خامنه ادامه میده، منتها توی منصب دیگه. منتها یه تفاوتی داره. ای گفتی با بازیافت زباله. تو بازیافت زباله رو میگیرن به یه چیز بهتری تولید میکنن. اینجا به درد بخور. اینجا بازیافت زباله از زباله به زباله است. این با دانش بنیانه. یکی از کاربرای فضای مجازی همین رو به تصویر کشیده که خوبه با هم ببینیم. واسه اینکه رای نیاوردی ناراحتی؟ نه. تو مگه امروز مجلس جلسه نداشتی؟ چرا؟ خب چرا نرفتی؟ نه. یعنی چی نمیدونم تو چند وقت دیگه از خدمتت مونده و بری مجلس خدمت کنی به مردم؟ نه رای نداری. خب با 4 سال دیگه بهت رای میدم. بازم رای نداری. نگاه هر جا بخوای میذارمت سر کار. تو مگه میز صندلی دوست نداری؟ چرا؟ خب دیگه هر جا بخوای میذارمت سر. کج بگذاری؟ هر جا دوست داری. کجا دوست داری؟ استانداری. ببین استانداری سخت اولش. خب تو خونتون یه اتاق برات میذاره. دل خراب میره. یعنی چی خراب میکنم؟ بابک این بار آخوند رئیسی با قطار سریع و سیر پیشرفتش از روی فساد رد شده. چه رد شدنی. ببین چه خط و نشونی میکشه. مبادا بشنوم روابط ناسالم جای روابط سالم را گرفته است. مبادا بشنوم رشوه، فساد، رابطه ناسالم خدای نکرده در یک اداره و سازمان رخنه کرده است. کامنتی نداری؟ ببین مهران یه قرارداد دیگه صحبت‌های رئیسی من سرش کامنت نمیدم، چون خود صحبت‌های رئیسی خودش کامنت سر خوده، اصلا صحبتاش خودش کامنته. تازه تا من بیام بجنبم کامنت بدم رفقاش کامنت بارونش کردن. این رشیدی کوچی نماینده مجلس فعلی، نماینده که نه عضو مجلس فعلی و قیچی شده از مجلس بعدی، ببین چی گفته به رئیسی. از چای دبس چه خبر؟ داره به رئیسی میگه نصف این فساد در زمان ریاست قوه قضاییه شما بوده، نصف دیگرش هم در زمانی که قوه مجریه دست شما بوده. دیگه من چه کامنتی؟ یعنی در واقع نصف این چایو وقتی که رئیس قضاییه بوده سر کشیده، نصف دیگه‌شو وقتی رئیس جمهور شده. تازه خامنه‌ای می‌خواست اینو جانشین خودش هم بکنه. ببین حالا سر جانشینیش من نکته میگم، چون خود یکی از نفرات رژیم سر جانشینی رئیسی برای خامنه‌ای گفته. اما این که میگه قوه قضاییه بوده این کارو کرده، نصفش هم قوه مجریه، اون رشیدی کوچی میگه این اصلا شرط منصب گرفتن تو رژیم. یعنی هر جا که باشی باید هم بکشی هم بچاپی. رئیسی هم که شاخص این دوتا کاره. اصلا التزام عملی و قلبی به ولی فقیه یعنی همین دیگه. اصلا این که میگه ارزشی، جهادی، انقلابی، ولایی، منظورش چنین آدمیه. ولی سر جانشینیش گفته یه نگاهی بکن ببین طرف چی گفته سر جانشین. آقای رئیسی به نظر من اگر یک شانسی هم می-داشت برای رهبر شدن، با اومدنش توی اجرا و رئیس جمهور شدن پوست و موز عجیبی رفت زیر پاش و ایشون داره مرتب خراب میکنه، مرتب داره آسیب میزنه، مرتب یعنی جوری شده که دیگه اصلا نمیدونم اصلا با چی بگم. یعنی ایشون به نظر من اگر یه رأیگیری هم حتی الان بشه بین خود نیروهای اصولگرا، حالا همین مقداری که میان جامعه رأی بدن دور بعد ببین شما چقدر ایشون دیگه رأی داره، هر کس روبروش قرار بگیره شکستش میده. بابک از اونایی که تو این داستان نمایش انتخابات رژیم قیچی شدن گفتیم چند جمله، حالا دو جمله بشنو از این نفرات تازه نفسی که برداشته آورده تو استبل ولایت. ببین چه عتیقه هایی رو برداشته آورده. من یه جمله میخوام به شما بگم، میدونم اینو باورتون نمیشه اما تحلیل دقیق وجود داره.
علمی تحلیل، یعنی مدل ریاضی پشتشه تا این حد ما دارم میگم. امروزه تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران. بله، تنها واحد پولی که تو دنیا جلوی دلار ایستاده ریال. پشت این همه تئوری ریاضیه. بله. اگه ایستادهش اینه درازکشش باید ببینیم چی باشه. ببین در مورد این مجلس رژیم چه ترکیب فعلیش، چه قبلیش، چه آیندهش، ما هی میگیم استبل. الان خود چارپاها گاو به نمایندگی از چارپاها اعتراض کرده. من بهش برخورده. میگه یا جایی که ما زندگی میکنیم استبله یا جایی که اونا. اگه اونجا استبله دیگه به جایی که ما زندگی میکنیم استبله. به شعور ما توهین شده. چون قطعا شعور ما یک چارپا بیشتر از چنین نماینده‌ای که نشون دادی که فکر میکنه که دلار ریال خیلی پول قویه جلوی دلار، که من فکر کنم حقا با گاو باشه دیگه. میگم راستی یه مدت خبری از این پاسدار سلامی نیست. قبلا یه جای ویژه، بخش ویژه‌ای داشت تو کامنت، اصلا حرف میزد که کامنت بگیره. بله، نه اختیار داره، این کمکاری ماه، مگر نه که سلامی دائما در حال بافتن اراجیف و یاوه است. اصلا کارش همینه. جدیدن هم زده تو خط کار تولید لباس. کلیپشو نگاه کن. تولید لباس؟ بله، تولید لباس. از لباس جدید سربازان سپاه رونمایی شد. طراحی و دوخت این لباس به دست تولید کنندگان داخل و با همکاری شرکت‌های دانش بنیان انجام شده است. این لباس ویژه مناطق کوهستانی و بیابانی تولید شده است. همچنین عایق ضد حرارتی این لباس تشخیص سرباز رو با دوربین‌های حرارتی دشمن دشوار می‌سازد. عجب لباس دانش بنیانی. من گفتم الانه که یه در قابلمه چیزی از این پاچه شلوار این در بیاره. نه ببین الان کارا رو تعطیل کرده چون فهمیده الان فضا مناسب نیست، هوا پسه برای موشک پرانی و موشک رونمایی کردن و از این جفتک پرانی ها زده تو کار تولیدی. اینو حاج زده دادن تو کار تولیدی لباس. اما مهمترین قسمت لباس دوزیشون اینه که برن این عبای جرباجر خامنه‌ای رو اول بدوزن، چون به جای لباس دانش بنیان به جای لباس دانش بنیان این بتونه حداقل یه عبای سالمی بپوشه. خب بریم آخرین کامنت یه جمله‌ای سال. بفرمایین. حاجی خاتمی گفته آگاهانه رأی ندادم، این بار تصمیم گرفتم همراه خیل ناراضیان باشم. ببین عزای عظما چه عزایی که تدارکاتچی نظامشم به گریه افتاده. مردشور ولایت هم داره. مردشور ولایت هر کی این خاتمی، این آخوند شیاد خاتمی باید گفت هر کی گفت جسد تو بپرید خودتو بنداز وسط. خودش هم نماینده ناراضی‌ها کرده. ببین آقا جان، کشتی شما داره غرق میشه، بالای 50-60 سرش رفته زیر آب، دیگه وقت پریدن هم نداری دیگه، بقیه‌شو با همون خامنه‌ای ادامه بده. دیگه نمیتونی سر تکونی برگردی. ناراضیان هم اول میان سراغ خوده. اول اون طرف گفت دیگه، گفت ببین اون تیر برقا 6 تا اگه بشمونی اولیش آخوند خاتمی، این یارو شیاد محمد خاتمی، آوازون ششمیش. تازه مردم چینه‌شون امثال خاتمی و اصلاحاتچی‌ها خیلی بیشتره. خب بینندگان عزیز، امیدواریم که آخرین کامنت سال مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پیشاپیش عید نوروز رو خدمتتون تبریک میگیم و امیدواریم که سالی سرشار از موفقیت پیش رو داشته باشید. شاد و سرفراز باشید.